همین الان به یک بلاک فکر کن و اگه بتونم اونو حدس بزنم تو باختی. فقط با دکمه لایک به ویدیو برگرد و اگه بعد از لایک مردی سابسکرایب کن تا برگردی. اگرم بعضیاتون میگید چرا انقدر کم ویدیو میذارید، اگه این ویدیو به 100 لایک بخوره من ویدیو بیشتر میذارم و تا ویدیوم تموم میشه یه ویدیو دیگه میذارم. خب اولین بلاک ما که من بهش فکر کردم چوبه. اونایی که به چوب فکر کردن همین الان حذف شدن. بای چوبیا. بعدی رو که میخوام انتخاب کنم توی این رده است که من فرنیس رو انتخاب میکنم. اونایی که فرنیس از این فرنیس ها فکر کردن حذف بودن. خدافظ گوگل مکلمه. بعدی رو میخوام شالکر واکس اد کنم. اونایی که شالکر واکس فکر کردن خدافظ. بعدی ها رو میخوام 2 سخت رو انتخاب کنم. بعدی لاوا آب، چون این 2 هر دوشون بلاکن من اینو میذارم اینجا و گندیدم. و بعد این بلاکم میخوام که ردستون باشه. و بعد این بلاکم میخوام اینجا باشه. اینجا میشونه اینجا لاوا میذاریم و بعد این بلاکم برای خیلی سخت میشه، یعنی از این تابلوها. خدافظ گوگل بکوله من. خدافظ. که تابلو رو انتخاب کرده دیگه خداحافظی باید کنیم از هم. و با دکمه سابسکرایب یه لایک میتونی به بازی برگردی. بعدیو میخوام هانی بلاک بردارم و کابلستون. حالا این 2 انتخاب خیلی سخت بودن. حالا تو اگه اینجا ویدیو بودی این ویدیو لایک کن. و در آخر چی باشه چی نباشه؟ هم تخم دراگون باشه. خب خداحافظ. هر کی از این 10 بلاک یکی رو انتخاب کرده حذف شده. و اگه بلاک تو چیز دیگری بوده بگو که قرعه کشیش کنیم بین همین یا اگه از این رو حذف شدی این ویدیو رو لایک کن و چنل هم سابسکرایب کن. و خداحافظ. و اگر میتونی لایک رو بزن تا 10 دیگه هم براتون انتخاب کنم. اونایی که لایک کردن سابسکرایبر دیگه مهم نیست. بعدیو میخوام اسپانر، بدراک، obsidian و گراین obsidian باشه. این انتخاب خیلی سختی بوده تا الان که من آوردمشون تا بازی یکم جذاب‌تر بشه این قسمتمون. بعدیو میخوام یه بلاک خیلی سخت باشه که بالای بلاک دیگریه، یعنی خیلی سخت. اون میخوام گندم باشه. گندم چی آورده؟ گندم روی رویه. بعدی قراره باید چی باشه؟ میخوام قلب یکی از ماب ها باشه. حالا بعدی چی باشه؟ بله گست مرده. بله از این نانازا. و هر کی که از اینا داشته خدافظ کوچولو. فکر میکردم نسبتون حذف شده باشیم به خاطر این کوچولو. و بچه ها و میخوام این 3 کاملا آماتیس باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا بای بای.